لاجورد بدخشان گوهری بی‌نظیر از قلب افغانستان. لاجورد سنگی با تاریخچه چند هزار ساله از دیرباز زینت بخش تاج و تخت پادشاهان، جواهرات سلطنتی و آثار هنری بوده است. در میان همه منابع لاجورد در جهان، لاجورد بدخشان جایگاهی ویژه و بی‌رقیبی دارد. این سنگ قیمتی که از معادن سرشار و کوههای هندوکوش استخراج می شود، به دلیل رنگ آبی عمیق، خلوص بالا و کیفیت کم نظیر به عنوان یکی از بهترین و ارزشمندترین لاجوردهای جهان شناخته می شود. ویژگی‌های منحصر به فرد لاجورد بدخشان: لاجورد بدخشان با رنگ آبی متمایل به نیلی که گاهی رگه‌های از طلای پیرید و سفید مرمر در خود دارد، یکی از خالص‌ترین و با ارزش‌ترین انواع لاجورد به شمار می‌رود. مهمترین ویژگی‌های این سنگ شامل رنگ آبی پررنگ و خالص. لاجورد بدخشان دارای رنگ زنده، غلیظ و یک نواخت است که درخشش خاصی دارد. وجود دانه‌های پیرید، رگه‌های طلایی که زیبایی این سنگ را دوچندان می‌کند. بدون ناخالصی‌های زیاد، بسیار از لاجوردهای دیگر کشورها دارای ناخالصی‌های زیاد و رنگ تر هستند. استحکام و ماندگاری بالا: این سنگ در برابر خراش و فرسایش مقاومت خوبی دارد. بیایید لاجورد بدخشان را با لاجورد دیگر کشورها یه مقایسه داشته باشیم. لاجورد نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای مانند روسیه، شیلی، پاکستان و ایران نیز یافت می‌شود. اما تفاوت‌های مهمی میان لاجورد بدخشان و سایر معادن جهان وجود دارد. لاجورد بدخشان دارای رنگ آبی عمیق با کیفیت‌ترین نوع لاجورد در جهان است. لاجورد روسیه معمولاً رنگ روشن‌تری دارد و ممکن است دارای ناخالصی‌های سفید بیشتری باشد. لاجورد شیلی دارای رنگ آبی کمرنگ‌تر با رگه‌های خاکستری و کیفیت پایین‌تر است. لاجورد ایران و پاکستان اغلب کیفیت متوسطی دارد و رگه‌های سفید و خاکستری زیادی در آنها دیده می‌شود. تصور کنید که قطعه از کهکشان را در دستان خود دارید. لاجورد بدخشان همانند آسمان شب پرستاره با درخشندگی طلاگونه خود زیبایی بی‌نظیری دارد. این سنگ نه تنها یک جواهر زینتی بلکه نماد قدرت، شجاعت و حکمت است. بسیار از تمدن‌های باستانی از جمله مصریان و یونانیان از این سنگ به عنوان نماد آسمان و الهام بخش خردمندان استفاده می‌کردند. اگر به دنبال جواهری هستید که علاوه بر زیبایی دارای ارزش تاریخی و معنوی باشد، لاجورد بدخشان انتخاب بی‌نظیر. لاجورد بدخشان چه کاربردهایی دارد؟ سنگ لاجورد به دلیل زیبایی و خواص منحصر به فردش در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. جواهرات لوکس، استفاده در گردنبند، دستبند، انگشتر و گوشواره‌های خاص. هنر و مجسمه سازی: لاجورد در گذشته برای ساخت ظروف و مجسمه‌های ارزشمند استفاده می‌شد. رنگ سازی: در گذشته از پودر لاجورد برای ساخت رنگ آبی در نقاشی‌های شاهکارهای هنری استفاده می‌شد. انرژی درمانی و سنگ درمانی: در طب سنتی لاجورد به عنوان سنگی برای آرامش ذهن
و افزایش قدرت تمرکز شناخته می شود. خرید و فروش لاجورد درخشان با اندیش بیزنس همراه باشد. اگر به دنبال خرید لاجورد اصل و با کیفیت درخشان هستید یا قصد دارید این سنگ گرانبها را در بازارهای جهانی بفروشید، اندیش بیزنس در کنار شما است. ما شما را به تأمین کنندگان معتبر و تاجران بین المللی متصل می‌کنیم تا بتوانید با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت این سنگ را معامله کنید. برای اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به کانال واتساپ ما بپیوندید و اندیش بیزنس را در یوتیوب و فیسبوک دنبال کنید. لطفاً کانال ما را با دوستان خود به اشتراک بگذارید تا همه از فرصت‌های عالی این تجارت بهره‌مند شوند. تا دیدار بعد، لایار و مددگار شما.